برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام علیکم تماشابینان عزیز. امروز در برنامه تحلیلی دیدگاه درباره آزادشوی زندانیانی سیاسی ازبکستان، سیاست امروزه ازبکستان صحبت میکنیم و با شرایط امروزه تاجیکستان مقایسه خواهیم کرد. در ازبکستان پرزیدنت این کشور شوکت میرزیویف در رابطه با یکی از اعضای اساسی ملی روز استقلالیت فرمانی را امضا کرد که طبق آن 113 نفر شهروندان این کشور عفو کرده شدند. روز استقلالیت در ازبکستان 1 سپتامبر تجلیل کرده می شود. طبق اطلاع رسانه‌های ازبکی در عرفه جشن استقلالیت 113 نفر شهروندان با فرمان عفو کرده شدند که برای صادر نمودن جنایت جزا را در جایهای محرومی از آزادی ادا کرده از کارهای کردهشان صمیمانه اظهار پشیمانی کرده و برای اصلاح قدم گذاشتند. در خبر همین خیلی آمده است. از عفو شدگان 5 نفر پور را از جزا آزاد کرده می شوند، 53 نفر شرطاً آزاد کرده می شوند. غیر از این مهلت جزا در نمودی محروم ساختن برای 40 نفر کم کرده شده و 15 نفر جزای سبکتر عوض کرده می شود. گفته می شود میان عفو شدگان یک نفری از 60 ساله بالا، 2 شهروند دولت خارجی، 105 نفر شهروندانی که در فعالیت سازمان‌های ممنوع شرکت ورزیدند می باشند. محبوسان سیاسی روزنامه‌نگار و ادبیاتشناس اکرم ملیک، امام سابق روح‌الدین فخرالدینوف و اسکندر خدایبرگنوف را که با اتهام مذهبی زندانی بودند آزاد کردند. سنه 27 آگوست خویشاوندان اکرم ملیک به خانه برگشتن او را تصدیق کردند. سازمان غیردولتی مستقل هیومن رایتس واچ بیکار کردن پرونده شبهناک علیه ژورنالیست را طلب کرده از میرزیویف خواهش کرده بود که دانشمند نوایی‌شناس رها شود. اینچنین دلبر ارکینزاده که از کشور سوئیس پناهگاه سیاسی گرفته است درباره آزادی برادرش اسکندر خدایبرگنوف در صفحه فیسبوکی خود خبر داد. پیوندان سابق امام مسجد خواجه نورالدین شهر تاشکند روح‌الدین فخرالدینوف نیز خبر دادند که او را 2 سال پیش از به اتمام رسیدن حکمش آزاد کردند. اکرم ملیکی 29 ساله 22 ایولی سال 2016 از جانب خدمات امنیت ملی بازداشت شده بود. تنها پس از 1 سال حبس شدن ادبیاتشناس جوان مردم فهمیدند که با اتهام معاملات غیرقانونی مواد مخدر بازداشت شده است. یک شخص فرهنگی، ادبیاتشناس، نوایی‌شناس را بردند با اتهام معاملات غیرقانونی مواد مخدر حبس کرده‌اند. اکرم ملیک در سایت اپوزیسیونی حرکت خلقی ازبکستان مقاله های را با تخلص عبدالله نصرت می نوشت که ناجوری های نظام حکومتداری اسلام کریموف را فاش می کرد. سود این ادبیات شناس و این روزنامه نگار را با ماده های 244 بندهای 1 و 2 تهدید به امنیت جمعیتی و ماده 159 بند 3 تجاوز به نظام دولتی کودکس جنایتی جمهوری ازبکستان عیبدار کرده 20 دکبر سال 2017 پروکرور طلب کرده بود که به مدت 12 سال محکوم زندان گردد. اما سنه 13 ژانویه دادگاه اکرم ملیک را به 6 سال زندان محکوم کرد. عایدی در زندان‌های تاشکند و نوایی شکنجه شدن ژورنالیست نیز خبرها بودند. اکنون امام 53 ساله روح‌الدین فتح‌الدینوف را سود تاشکند سال 2006 بر اساس ماده های 158 کودکس جنایتی ازبکستان برای حمله به پرزیدنت جمهوری ازبکستان با ماده 159 برای ویران کردن ساخت کنستیتوسیونی
242 برای تشکیل گروه جنایتی و 244 برای تشکیل بی‌ترتیبی ها به 17 سال زندان محکوم کرده بود. این شخص مذهبی در مدت امام مسجد بودنش زیر تهدیدهای پی در همه مقامات ها قرار گرفته بود و به همین خاطر ازبکستان را ترک گفته به جمهوری قزاقستان رفت. سال 1998 در جستجو قرار یافته، سنه 24 نوامبر سال 2005 در شهر شیمکنت قزاقستان بازداشت شده بود. انکنون پرونده اسکندر خدایبرگانوف که به قتل محکوم شده است 18 سال باز در مرکز توجهی سازمان‌های بین‌المللی قرار داشت. اما گناهش این بود که بعد ترکش سال 1999 که در تاشکند به وقوع پیوسته بود، فقط از ترس حبس کردنشان به خاطر نمازگزار بودنش فرار کرده است. حالا ببینید همین شب روزها از تاجیکستان عزیز ما هزارها نفر هیچ جرم هیچ گناه ندارند، فقط به خاطر آنکه نمازخوان هستند و میتواند همین نمازخوان بودنشان بهانه شود برای زندان شدنشان سربگریز شدند. و این نفر یکی از آنهاست که حکم قتل گرفته بود و این نفر سال 2001 در تاجیکستان بازداشت شد. برای ویران کردن ساخت کنستانی ازبکستان و یک چند جنایت های وزنین ایبدار دانسته شده، سال 2002 از جانب سود تاشکند به قتل محکوم کرده شد. بعدتر پس از بیکار کردن حکم قتل در ازبکستان، یعنی مراتور اعلان شدن، او را با 25 سال زندان محکوم کردند. اسکندر خدایبرگانوف در مرافعه گفته بود که وی در تحخانه وزارت کارهای داخلی شکنجه شده است و به اتهامات اقرار شده است، مثل تاجیکستان امروزه. شاهدان نیز در تالار سود گفتند که تحت شکنجه به شاهدی راضی شده اند. حتی شاهدانش را شکنجه کردند تا شاهدی دهد که این را متهم کنند. ماننده ها را درک کرده ایستادید؟ ماننده ها با کشور ما. باز یک فعال جامعه شهروندی رستم عبدالمنافوف طبق خبر داده فعال جمعیتی ازگولیک عبدالرحمن تشنف طبق عفو پرزیدنت از کلان وزارت کارهای داخلی رقم 6450 آزاد شده است. تماشابینان گرامی، پس از به قدرت رسیدن پرزیدنت شوکت میرزیویف، یک قطار فعالان اپوزیسیون و فعالان حقوق بشر را شوکت میرزیویف آزاد کرد. سازمان‌های بین المللی از بهبود وضع حقوق انسان در ازبکستان و تصمیم بستن زندان بدنام شده جسلیق استقبال کردند. پرزیدنت شوکت میرزیویف تصمیم گرفته است که سیمای بین المللی ازبکستان را بهتر کند و به این کار شروع هم کرده است و موفق هم شده است. ما همگی شاهد این هم هستیم. ازبکستانی که همگی تا 4-5 سال پیش به یک کشور وحشت انگیز تبدیل شده بود، امروز خیلی خودش را ساخته است. این قبیل حالت در تاریخ ازبکستان صاحب استقلال بار اول است که چندین سال آخر به وقوع می پیوندد. از نگاه بعضی فعالان خود مفهومی که گروه از افراد که از اعمال خود صمیمانه توبه می کنند و در راه اصلاح استوارند خود نشان می دهد که معنای این جمله به محبوسان مذهبی دخل دارد. رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیویف به وزارت و اداره های مربوطه دستور داده است که همه افراد افشوده را برای به زندگی مقرری برگشته مطابق شدنشان مساعدت کنند. حالا چندین هزار نفر را
در تاجیکستان عفو کردند. به قریبی ما خبر داده بودیم چندین نفر محبوسان عفو شده به ما شکایت کردند که به درجه سرسان هستند، به درجه به مشکلی های زیاد دچار شدند که به هیچ گفتار راست نمی بیاید. یک جا به جای کار می روی، نامه اعمالت سیاه گفته به کار قبول نمی کنند. حکومت کمک نمی کند. فرزندان نان خوردنشان در کار، لباس پوشیدنشان در کار، مکتب رفتنشان در کار. همه این چیز مبلغ می خواهد، اما یگان دستگیری در حکومت تاجیکستان دیده نمی شود. در ازبکستان باشد، پرزیدنت علاقه تمام مقامات ها را وظیفه دار کرده است که حتما از پی این کار شوند. شفقت میرزویف سال گذشته در روز استقلال سال گذشته 65 نفر محبوس را عفو کرده بود. سرنوشت تعداد زیادی از زندانیان مذهبی و سیاسی در زندانهای ازبکستان سالیان دراز یکی از سوالهای اساسی روزنامه هر یک فرمان نوی پرزیدنت آید به بخشش بود. محبوسان مذهبی و سیاسی در ازبکستان و مناسبت آنها در طول سالها مایه نگرانی تمام سازمانهای بزرگ بین المللی حقوق بشر بودند. تا به نزدیکی حکومت ازبکستان موجودیت محبوسان مذهبی و سیاسی در کشور را اعتراف نمی کرد، مثل تاجیکستان. اما با بستر قدرت آمدن رئیس جمهور دیگر حالت نیز دیگرگون شد. وضعیت فعلی ازبکستان که بیش از 4 قرن شکل گرفته است با سرعت در حال تغییر است، در حال اصلاحات است. سال گذشته نیز شفقت میرزویف در عرفه 25مین سالگرد سرقانون فرمان را درباره آزادی 2700 زندانی امضا کرده بود. همان وقت میرزویف در یک سخنرانیش گفته بود که بسیار آدمان به اساس زندانی شده اند. بسیار آدمان به اساس زندانی شده اند و تا حال در زندان هستند. وقتا ناعدالتانه سود میشوند و زندانی میگردند، طبیعی است که به حکومت دشمن میشوند. همزمان شفقت میرزویف قید کرده بود که تصمیم گرفته است 10,000 زندانی را رها کند، اما اکثری بازداشت شدگان از کردهشان پشیمان نیستند. به گفته فعالان محلی با در نظر داشت جدی اتهامات علیه این محبوسان، خراجات نگاه داشتن آنها در زندانها و آبروی بین المللی ازبکستان در نزد سرمایه‌گذاری‌های نو خارجی، ازبکستان البته به عفوهای بزرگ احتیاج دارد. باید زندانیان در این کشور عفو کرده شوند. این تصمیم گرفته یک حکومت نوی که بعد مرگ دیکتاتور اسلام کریموف گرفته شده است. تماشابینان عزیز، ببینید این امیران و وزیران همه می روند مثل اسلام کریموف، وطن میماند و خلق و ملت. اگر این کبیران و امیران ما در بالای همین یک جمله که بقا ندارند، باقی این وطن و ملت و نام نیکشان است اندیشه کنند، هرگز به خاطر کرسی و یا نفسی البستیشان اینقدر ظلم نمی کردند و بیگناه مردم را زندان کرده فرزندان آنها را زنده یتیم نمی کردند. ببینید ضرر یک دیکتاتور به ملت چقدر است. بر ضمن آن که غارت میکند و مال و دارایی ملت را به یغما میبرد، ملت را با شکنجه، عذاب روانی و جسمانی دادن، روح افتاده و سرخم میکند.
از هر کسی خوف پیدا کرد که بقایش در کرسیش را نمیخواهد میبرد زندان میکند. زندان های کشورهای دیکتاتوری پر است. جای نیست. به جای 800 نفر 1600 نفر را جای کردند، مثل تاجیکستان. حالا به جای آن که این بیگناهان خودشان پولیاب باشند و انداز سپار باشند، فرزندانشان را خودشان خورانده پوشانند، فرزندانشان سرسان و پریشان، خودشان دستنگری بوجه. به هر یک زندانی، به طور مثال میگویم، در فدراسیون روسیه تا 60,000 روبل در یک ماه مبلغ صرف میکنند. نفقه خور در روسیه 12,000 روبل نفقه میگیرد. به یک زندانی حکومت روسیه از 45,000 تا 60,000 روبل مبلغ صرف میکند. از پاسبان سر کرده، صابون و سر و لباس و تا سگش، تا خوراک سگش مبلغ صرف میکند. اگر در تاجیکستان 3/1 همین باشد هم خیلی مبلغی هنگفت است. ضرر یک دیکتاتوری کوتاه‌بین ان همین است. این برای چی است؟ برای آن است که حکومت با راه تشویق و آسایشته نمیتواند مردم را اداره کند. و این با راه آسایشته و با راه تشویق مردم را اداره کردن سواد حکومت، تیمی حکومت نمیرسد. بنابر چاره را تنها در زندان کردن و کشتن میبیند. طرز مردم را وحشت زده میکند که هر کی فکر روشن دارد و میخواهد آزادانه زندگی کند، نفسگیر شود، نفس تنگ شود در کشور او، ترک وطن کند تا اینها به آسانی مردم را در حالت وحشت زدگی نگاه داشته حکومت کنند. مگر مردم ازبک در دوران اسلام کریموف در حالت وحشت زدگی نبودند؟ مگر مردم تاجیکستان عین حال در حالت وحشت زدگی، ترس و هراس زندگی نمی کنند؟ مگر زندان های تاجیکستان پر از بیگناهان و فعالان سیاسی و آزاداندیشان و شخصان مذهبی نشده است؟ مگر در تاجیکستان به جای 800 نفر در زندان 1600 1700 نفر را نگاهبین نمی کنند؟ همین است دیگر نتیجه حکومت دیکتاتوری. حالا برای حکومت کنونی ازبکستان ضرور است که چندین سال دیگر این خرابکاری ها را آباد کند. این خرابی هایی که از پی اسلام کریموف مانده است. هر کسی هم که بعد رژیم امام علی رحمان می آید، انا همین خیل مثل شوکت میرزیویف به مشکلی های دچار می شود که در زمان امام علی رحمان به میان آمده بود. هر قدری که به خرابکاری های این خودخواهان صبر کنیم، همان قدر ملت در آینده برای بازسازی عذاب می کشد. نمونهش همین کشوری همسایه ازبکستان است که امروز نمی داند چگونه وحشت زدگی را از بین برد، چگونه مردم را به حکومت باور کناند، چی کار کند که به کفالت آسایشتگی سیاسی و آزادی مردم اعتماد کند. این است که هر زیایی سیاستمدار کاردان امروز به خاطر یک بریده نان تملق میکند و برای بقای این گونه حکومت ظالم و وحشت افکن سهم میگذارد، در ظلم و وحشت افکنی و سرخمکنی ملت شریک است و این گونه نفران در تاریخ همچون شغالان مردار و پسماندخور ثبت خواهند شد. این بود برنامه امروزه دیدگاه. تا هفته دیگر یکایک شما را به الله پاک می سپارم. خانه آباد و سربلند و پیروز باشید. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.
صدای سیاست، صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.